قل للذي يسعى لإرضاء الإله اسلك طريق المصطفى خير الدعاء يا أسوة الداعين يا خير الورى يا قدوة الهادين يا علم الهدى ما كنت فظا أو غليظا بينهم وبرحمة من ربنا تهدي القلوب. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبی بعده و بعد. بینندگان عزیز و گرامی، السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. امیدوارم که در هر کجایی که هستید و در این لحظات دارید برنامه خودتان، برنامه با دعوتگران را مشاهده می کنید، صحتمند و سلامت و سرحال بوده باشید. با برنامه دیگر و با عزیز و مهمان دیگری از مهمانان برنامه با دعوتگران در خدمت شما سروران و بزرگواران هستین. به اجازه شما عزیزان، خدمت این مهمان این برنامه از سری برنامه‌های با دعوتگران که جناب استاد سید اکبر عرب هستند عرض سلام و ادب دارم. سلام علیکم استاد. علیکم السلام و رحمت الله. خوشحالم که شما را در برنامه با دعوتگران امروز در کنار خودم میبینم و البته بیننده های عزیز و گرامی، من میخوام فقط مختصر قسمی که از نام استاد یاد کردم، نامشان استاد سید اکبر عرب هستند و البته از چهرهشان با شما انشاءالله که آشناست و قبلا به عنوان مجری و کارشناس در شبکه نور ایفای وظیفه میکردن. اما اینکه در کجا به دنیا آمدن و دوره دانش آموزی و دوره تحصیلات و بقیه تفاصیل زندگیشان میپرسیم از خودشان و از زبان خودشان میشنیم. سلام علیکم. الحمدلله و صلات و سلام علی رسول الله خیر خلق محمد و علی آله و صحبه و علی. اما بعد، من عرض ادب و احترام دارم خدمت شما استاد عزیز و همچنین بینندگان عزیز و محترمی که برنامه ما مشاهده میکنن و از الله عزوجل میخوایم که با حسنیتی که شما دارید و بینندگان عزیز به عنوان دعوتگر، که البته ما دوستان دعوتگران هستیم و کسی خود دعوتگر حساب نمیکنیم و این رتبه بسیار بالایی هست. امیدوارم که خداوند عزوجل حداقل ما را در زمره دعوتگران قرار بده. خوشحال هستم که در استودیوی نور قرار دارم و در خدمت شما هستم. در استودیوی وصال. آفرین. خوب استاد، فکر میکنم از اینکه در شبکه جهانی نور شما برنامه داشتین و بیشتر عادت کردین که از نام کلمه نور استفاده کنین و خودتان هم فرد انشالله نورانی هستین. البته در شبکه جهانی وصال حق امروز مهمان ما هستین. شکرم. بله الحمدلله که یک فرصتی شد که دوستان عزیز رو ملاقات کنیم و همچنین با افتخار و فخر برای من هست حقیقتش، چه حضور در شبکه نور یا مهمان بودن در شبکه وصال حق یا هر شبکه دیگه، تمام شبکه‌ای که سعی و تلاش دارن که مسیر دعوت رو پیش ببرن و در این راه گام برداشتن و همه عزیزانی که دنبال این هستن که بتونن حقیقت‌ها رو به مردم برسونن و شبهاتی رو که امروزه از هر طرفی پیرامون دین ما، عقیده ما، فرهنگ ما و جامعه ما و تاریخ ما داره به اصطلاح وارد میشه به خورد مردم ما، به جامعه ما می ایستن و دفاع میکنن. واقعا یک جهادی است فی سبیل الله که جای فخر و افتخار است که هر کسی بخواد گامی در این مسیر برداره و این منت و فضلی از الله عزوجل هست. یعنی یک کسی که در این راه گام برمیداره حقیقت باید اینو بدونه که نعمتی از الله بهشون داده شده، نه اینکه ایشون لیاقتی بسیار باید دارن یا توان، نه، بلکه یک نعمتی است که فکر میکنم واقعا گاهی وقتا خداوند برای انسان‌های کسانی که در این راه گام برمی‌دارن یک لطف ویژه‌ای کرده. دقیقاً یک وظیفه سنگینی رو بر دوش هر کسی که در این مسیر هست یا کسانی که در به اصطلاح جاهای دیگه فعالیت میکنند در دین، یک امانتی است که الله عزوجل از بین این مردم اینها رو انتخاب کرده و می‌بینید که با مسئولیتی بیشتر
با ایفای نقش بالاتر و آشکارتری بخوان در جامعه حضور داشته باشن و امیدوارم که الله بپذیره و در خدمت خوب استاد، ما سوال ما بود که بله. شما در کجا به دنیا آمدین و دوران طفولیت و ما بعد طفولیت که دوره دانش آموزی است و بعدش دوره تحصیلات است در کجا سپری کردین و خودتان اصلا اهل کجا هستین؟ بله بسیار خوب. بین لهجه‌ای که من حرف میزنم و بین ملیت من دو چیز فرق است ولی فرقش اینجاست که بگیم اگر یک کوزه ای رو از میسازیم از آب و از گل ساخته میشه بس هر دوی اون میتونه یکی باشه. ما از اصل از کشور افغانستان هستم ولی خب هرچند در ایران زندگی کردم، کل عمر در ایران گذشته، به خاطر این شاید لهجه ایرانی یا یعنی اصلا در ایران به دنیا آمدین یا در افغانستان؟ من متولد سال 60 به اصطلاح هجری شمسی هستم. بله. متولد شده افغانستان در شهر قندوز. بله. خب پس از استان یا ولایت قندوز هستیم. بله. خب بعدش چی شد که مثلا حال لهجه شما لهجه نه من لهجه دری رو حرف میزنم. ما توی خونه راحت لهجه دری رو حرف میزنیم و صحبت میکنیم. مشکلی نیست، یعنی هیچ مشکلی نداریم بابت این قضیه. اما فکر کنم در کودکی خب ما یعنی چند سال داشتین مثلا کی؟ من 3 ساله بودم که از افغانستان اومدم ایران. بله. یعنی بعد از دورانی که اغلب مردم افغانستان مهاجر شدن، این دوران هجرت رو یا بگیم در ایران سپری کردیم. سالهای سال رو وقتی که در سال 63 تقریبا ما وارد ایران شدیم. بله. و به اصطلاح ساکن اونجا شدیم، موندیم تقریبا تا نزدیک 20 سال 25 سال در این حدود، یعنی کمی بیشتر، چون یه وقتایی داخل کشور بودم رفت آمد میکردم و یه وقتایی هم کلا یعنی 20 سال تقریبا به صورت یک نواخت در ایران سپری کردم. یعنی از 3 سالگی وارد ایران شدم، در ایران بودم تا سن تقریبا 23 سالگی یا 24 سالگی کلا فقط در ایران بدون اینکه از ایران بخوایم خارج بشیم. پس شما رو میشه که ایرانی افغان گفت یا افغان ایرانی گفت؟ نمیدونم ولی خب اگر از ملیت بگیم خب من تابعیت افغانستان، ملت از افغانستان است و این یک امری است که انکار ناپذیر است. از طرفی برای من تابعیت ملت بودن یا مثلا این چیزا می‌بینید در اسلام چنین چیزی نیست. بله واقعا. ما امروز از فن کشورهای موجود داشته که در اون زمان ما تحت زیر پرچم یک دین و یک عقیده و یک خلافت، چه زمان خلافت راشده و چه زمان بنی امیه و چه زمان بنی عباس و زمان عثمانی ها، زمانی حکومتی این منطقه خراسان رو بخوام نام بریم، منطقه است که مرزی وجود نداشت. متاسفانه مرزها باعث شد که بگیم این نام ها رو برای خودمون بذاریم و بخوایم خودمون رو این گونه معرفی کنیم، ولی در حقیقت یک است. در حقیقت به قول اقبال لاهوری که در افغانیم و نی ترک و تتاریم، بله، چمن زادیم و از یک شاخساریم. بله. واقعا اینجوری است. خب به طبع اینکه داخل ایران بودم و ایران بزرگ شدیم به اصطلاح و تحصیلات ابتدایی راهنمایی به اصطلاح مصطلح اونجا هست و دبیرستان در ایران سپری شده. خب درس و یعنی از صنف اول بگیم یا از کلاس 1 تا 12 کلا همش در ایران سپری شده و حتی بعد از اون مدتی که قبل از وارد دانشگاه بشم و بخوام از ایران برای تحصیلات عالی بخوام بیان بیرون، کلا در ایران سپری شده. بعد خب چند سال مثلا شما چه وقت از ایران خارج شدی؟ تقریبا میشه 10 سال پیش، سال 2006 میلادی حساب کنیم، میشه 10 سال. الان ما 90 خب تقریبا 10 سال. 10 سال گفتین، 10 سال میشه. چه باعث شد مثلا شما تحصیلات باعث شد که از ایران خارج شدین، یا ای که یک دوره هجرت بالاخره سپری شد برگشتین به افغانستان، یا ای که فعلا در کدام کشور ساکن هستین؟ ما حقیقتش در ایران زندگی میکردیم، کلا مدت در ایران گذشته بود. خیلی دوست داشتیم برگردیم به کشور خودمون. مثلا افغانستان هیچ وقت اون امنیت رو پیدا نکرد و نتونستن به اون امنیت برسن که حداقل آرزوی فرزندانی رو که ازش سالهای سال دور بودن برآورده بشه، بتونن باز به آغوش کشور خودش برگردن. هر افغانی که در بیرون از کشور خودش زندگی کنه، حالا بخواد با هر لهجه‌ای حرف بزنه، باز هم قلبش به سرزمین خودش، به خاک آب و اجداد زادگاه خودش میتپه و این چیزی طبیعی و عادی است که انسان این محبت رو نسبت جایی که به دنیا اومده و جایی که به اون نسبت داده میشه داره، یعنی در این شکی نیست. ولی خب به اصطلاح شرایط سخت زندگی یا بس قوانینی که به اصطلاح
متاسفانه در وجود داشت این اجازه رو نمیداد که شما راحت بتونید به کشور خود برید باز بگردید. گذشت از اینکه عدم امنیت، عدم ثبات در کشورمون افغانستان عزیز متاسفانه یک معضل بزرگی که هنوز هم درش قرار داریم وجود داشت و داره. قوانین دیگری از خود ایران بود که اجازه نمیداد مهاجر افغانی راحت بتونه به کشور خودش بره باز بگرده، حالا به کشور خودش. مثلا شما اگر یادم میاد که وقتی در ایران یک کارت میدادن به عنوان کارت مهاجرت، کارت سبزی بود میدادن برای افغانی‌ها. اگر شما می‌خواستید حق نداشتید از یک شهر به شهر دیگه هم برید، منتقل. حتی اگر شما دانش آموز تو این شهر بودید و این شهر برای شما این کارت رو صادر کرده بود، حق درس خوندن در شهر دیگه رو، نه که در استان دیگه، از یک استان حتی در شهر دیگه رو مثلا نداشتید. حالا ما استان رو در افغانستان ما ولایت بله. در یک ولایت میشه که چند شهر وجود داشته. بله چند شهر. نمی‌دونید یک ولایت بعدی رو درس بخونید. باید حتی نه ولایت، حتی در شهر به شهر دیگه نمیتونید مثلا برید درس بخونید. دیگه از این بگذارید که بخواد کشور بری بیرون به کشور خودت باز بگردی، چنین چیزی کلا مطلقاً ممنوع بود و نمیشد. باید یا کارت باطل می‌کردی میرفتی برای همیشه بر نمیگشتی، یا مگر میاد مردم بتون مخفی میرفتن و غیر قانونی میآمدن. یعنی این شرایط برای مردم رفت آمد، یعنی باز میشد که کلا ملت افغانستان تا کسی که در ایران به دنیا من با این شرایط سخت کلا از کشورشون روز به روز بیگانه و بیگانه تر بشن. خب برمیگردیم استاد به مرحله گفتین مرحله دانش آموزی تانه که در افغانستان ما بهش مرحله مکتب بگیم و لیسه و اینا بگیم، اینا در ایران سپری کردین. خب دوره دانشگاهی، دوره تحصیلات دانشگاهی تانه در کجا؟ وقتی که در تقریبا سال 12 دیپلم رو به اصطلاح از ایران تموم شد، یک مدتی قبل از اون تقریبا رفتم برای حفظ قرآن کریم به مسجد مکی زاهدان. پس شما به اصطلاح قاری هم هستین. انشالله. رفتم مسجد مکی زاهدان. من اونجا تقریبا 1 سال و 4 ماه حفظ کردم. ماشاءالله. الحمدلله. بله. خب شرایط سختی بود، یعنی بین تقریبا راهنمایی و بین دبیرستان، یعنی بین اینکه که به اصطلاح خودم کلاس هشتم به اصطلاح راهنمایی 8 سال می تموم میشه و بین اینکه بخوام دبیرستان رو شروع کنیم که دوره لیسه در افغانستان میگن، من این یک مدتی تقریبا 2 سال وقفه بود که رفتم برای حفظ قرآن کریم. از شوقی که داشتم دوست داشتم اون وقت که حفظ کنم به اصطلاح رفتم برای حفظ قرآن در مسجد مکی زاهدان. اونجا تقریبا حفظ کردم قرآن رو. بعد از اون برگشتم برای ادامه این که بخوام تحصیلات ادامه بدم دبیرستان. جالب است که استاد واقعا جای افتخار است که یک دارالعلوم مثل دارالعلوم زاهدان که اصلا در کشور مثل ایران در یک وضعیت نابهنجار قرار داره، این دارالعلوم امروز تاثیرات مثبتش در افغانستان کاملا مشهود است ماشاءالله. نه یعنی واقعا مسجد مکی زاهدان و عزیزان برادران عزیزی که در اونجا فعالیت میکنن واقعا زحمتی کشیدن برای اهل جامعه اهل سنت. بله. و ما همه کسانی که واقعا سعی در این دارن که بخوام به دین خود خدمت کنن، به دین اسلام، به عقیده اهل سنت و جماعت خدمت کنن، واقعا جای فخر و افتخار است. باید انسان خوبی ها و نیکی ها هیچ وقت انسان نباید فراموش کنه. واقعا یعنی همیشه باید اگر که حق بخوایم ادا کنیم، اگر بخوام تلاوت کنم باید دعا کنم به اساتیدی که در مسجد مکی زاهدان زحمت کشیدن ما یاد دادن و کسانی که برای این مدرسه کمک کردن و کسانی که به این دارالعلوم رو ازش دفاع میکنن و حتی مردم عزیز زاهدانی که کلا واقعا یعنی مانند خونه خودشون از مسجد مکی واقعا پاسداری میکنن. جای فخری است یعنی واقعا و باید شکرگزار بود. هیچ وقت انسان نباید نعمتی رو فراموش کنه که برادر مثلا در حق خودش کرده. اونها یک زمینه‌ای رو فراهم کردن که براش فقط ملیت ایرانی بودن مطرح نبود. افغانی ها درس می‌خوندن، تاجیک ها درس می‌خوندن، ایرانی ها درشون بودن، اقوام مختلفی از ایران در این مرز دارالعلوم جمع میشن و درس می‌خونن. همچنین و اونایی که در شهرستان‌های دیگه هستن، خصوصا دارالعلوم زاهدان که یکی از بزرگترین مدارس دینی اهل سنت در ایران هست. خب دوره دانشگاه رو در کجا؟ وقتی که به اصطلاح تموم شد مرحله دبیرستان و اینا، این مدتی تقریبا وقفه بود بین دانشگاه اومدن و بین پایان گفتن حفظ قرآن کردین. بله حفظ قرآن. برای حفظ قرآن دوباره ادامه تیز برای دبیرستان. بله. بعد از این بین دبیرستان و بین دانشگاه اومدن تقریبا 3-4 سال تقریبا وقفه بود. خب
مثلا شرایطی که وجود داشت، من حتی وقفه به خاطر این بود که من دوست داشتم بیام مسجد به اصطلاح دانشگاه اسلامی مدینه درس بخونم. این آرزوی یک از آرزوهای از قدیم ایام. یک کذالک حتی رفتم مسجد مکی رو وقت برای حفظ انتخاب کردم به خاطری که مشابه اسم مکه و ام القرا بود. یعنی این دوست داشتم. این اصلا یک پلی باشه برای ورود. اصلا کلا یک علتایی که باعث شد برم برای حفظ قرآن کریم اون وقت یادم میاد کاست بود، نوار. بله. از زبان دریوش میگیم فیته. بله بله. بله. همین کاست گفتن خودش. بله. تازه اون وقت از شیخ عبدالرحمن سدیس و شوریم تازه اون وقت در پخش میشد، در حجاج میرفتن با خودشون می آوردن مثلا این کاست ها رو و مردم. خب صوت ما در ایران در اون زمان یعنی شنیدن چنین قرایی یا تلاوت های به این سبک رو در جامعه امروز نشنیده بودیم. مروج نبود. برای من برای خیلی جالب بود که مثلا چنین صوت زیبا با چنین لحن زیبا و قشنگی با چنین یعنی توانایی بسیار عالی مثلا و اون هم از قرای حرم بله و حرم مدنی که کلا خود تشویق باعث شد که مثلا بخوام حفظ کنم. یک کس بود و اینکه دوست داشتم بالاخره این حفظ داشته باشم و در قبل از اینکه برم مسجد مکی یک جزء سی رو در مسجد خودمون مثلا منطقه زندگی می‌کردیم در اونجا در ایران پیش استاد که بود امام مسجد جزا الله خیر شیخ عبدالله قطاری خدا رحمتش کنه پیششون همونجا حفظ کرده بودم به اصطلاح. بعد از اون دیگه تقریبا 2010 سال پیش تقریبا از ایران برای تحصیلات عالی به دانشگاهی خارج شدم، اومدم کشور امارات. این چند سال وقفه فقط به خاطر دانشگاه مدینه بود، یعنی بین این و این دوست داشتم که بیام دانشگاه مدینه. یک شرایط سختی بود، نمیپذیرفتن. مشاکل این بود که من باید پاسپورت میگرفتم، پاسپورت افغانی. یک دوران بسیار سختی بود، نمیشد به راحتی این کارو کرد و شاید زندگی دیگه هم بود. اینجا هم شرطهای خاص خودشون داشتن. آشنا میخواست که باید کسی حداقل مدارک شما رو ببره. ما چندین بار از طریق اینترنت اقدام کرده بودیم. این نواقصی میومد که برامون مثلا مشکل بود تهیه کردنش، شرایط خاص خودشون دانشگاه داشت، باعث شد که کمی تأخیر بیفته تا اینکه بالاخره زمینی فراهم شد و به اصطلاح اومدیم در امارات. بعد خب جناب استاد از این معلوم میشه که شما یک بیش از 25 سال گفتین از عمرتان در ایران سپری کردین و دورای ما قبل دانشگاه را همه در ایران گذشتاندین و حتی حفظم در ایران کردین. پس با هیچ مشکلی بر نخوردین در ایران مانند این که مهاجرین در یک کشور دشواری ها و مشکلات خود می داشته باشن، یا اینکه شما هم مشکلات داشتین؟ نه بدون شک هیچ مهاجری فکر نمی کنم به هر کشوری بره بدون مشکل باشه. نه فقط ایران، حتی یک مهاجر که به کشورهای اروپایی سفر کنه مشکل خودش داره. بله. کشور آمریکایی سفر کنه مشکل خاص خودش داره. مهاجرین در همه جای دنیا مثلا مشکلات خاص خودش دارن بر حسب شرایطی که در دولت ها وجود داره. افغانی ها در ایران مشکل های بسیار زیادی دارن از طرف تعقیدات و تبعیض‌های بسیار سختی که دولت ایران قائل میشه. شما مثلا در ایران حق خریدن یک سیم کارت رو تلفن رو به اسم خودتون ندارید. یک هر وسیله زمین یا خونه که اصلا نمیتونید بخرید. حتی یک ماشین میخواید، اتومبیل رو بخواید به اسم خودتون به اصطلاح بخرید، مالکیت اون برای شما باشه، چنین چیزی امکان نیست. بخواید یک سرمایه گذاری کنید در یک جایی، بخواید این پروانه کسب یا به اصطلاح بگیم مجوز اون کار به اسم شما باشه، چنین چیزی وجود نداره. این هیچ نوع مالکیتی هیچ چیزی رو نمیتونید در این کشور داشته باشید. حتی گفتم تردد بین شهرها با آسونی و راحتی نمیتونست صورت بگیره. یعنی این مشکلات و قیادات بیشتر از طرف حکومت بود، نه از طرف این از جانب بله حکومت. حتی برای مدرسه مثلا گاهی وقتا میشد امسال خب افغان همیشه دانش آموز افغانی آخرین شخصی بود که از وزارت پرورش موافقه حالا برای بر اساس شرایطی که داشتن حالا باید میتونه ثبت نام کنه. همه ثبت نام میشدن، شاید یک قطعه مدرسه میگذشت، کتاب بین دانش آموزان توزیع میشد و حالا دیگه وزارت پرورش اجازه میداد که خب مثلا الان دیگه افغان‌ها رو مازاد بر اون چه که در هست به اصطلاح بذارن بیان برای وارد مدارس بشن. یک سال میذاشتن، یک سال مثلا شده چندین بار از درس موندیم، یک سال کامل به خاطر امسال قبول نکردن، به توافق نرسیدن مثلا ملل که اینها رو پرداخت کنه. یعنی میدونم سالهای بعد در اواخر باید پول پرداخت میکردیم که درس بخوایم بخونیم. خب یک مهاجری که میاد حق هیچ نوع ملکیتی رو نداره، تجارت براش آزاد نیست، بسیار سختی خاص خودش داره، باید همیشه کارهای سطح پایین و
به اصطلاح شاق جامعه رو متحمل بشه و انجام بده، خب براش سخت است که بخواد هزینه مدرسه و خیلی هزینه‌های جانبی اونو پرداخت کنه. با وجود این ولی کسی که به اصطلاح بگم علاقه داشته باشه و شوق داشته باشه، خب من یادم میاد که ما مسیرهای تقریبا 1.5 ساعت راه رو پیاده میرفتیم به این که برسیم به مدرسه. یعنی در جای زندگی میکنه که میشد، من یادم میاد زمستون مثلا خب بین مدرسه و بین محل زندگی میکنم رودخانه بود، مجبور بودیم در زمستون وقتی رودخانه میاد چند مدرسه نریم، یا اگر رودخانه آب میومد آبش کم بود دیگه خب با کفش نمیشه تو آب رد بشی، مجبور بودیم مسیر رودخانه مثلا نزدیک 10 کیلومتر رو با پای برهنه در بین آب و سنگلاخ و اینها بگذاریم تا بریم به مدرسه برسیم. یعنی این شرایط بسیار سختی رو در دوران مدرسه. اما با وجود تمام مشکلات و دشواری هایی که به عنوان یک مهاجر در ایران داشتین و گفتین که حتی مجبور بودین که گاه به اعمال شاقه روی بیارین، با این وجود الحمدلله دوره ما قبل دانشگاهی هم تمام کردین و حفظ قرآن هم کردین. پس غالبا بگم مشکلات و موانع را اراده خود انسان، تصمیم خود انسان میتونه که این موانع را از دمی روی انسان، از جلو انسان برداره و خود به سرمنزل مقصود یا اما اهدافی که ترسیم کرده برسه. سوال شما مثلا جالب و دقیق است. من یادم میاد پدرم الله رحمتش کنه، خدا رحمت بله آمین، ایشون یک وقتی در دوره مقطع راهنمایی به اصطلاح تقریبا سال 7 یا 8 مدرسه رو گفتن نمیارم دیگه، ول میکنم. به خاطر مدرسه رو بسیار سخت بود. یکی اینکه راه بسیار طولانی بود، 2-3 ساعت بعد پیاده روی میکنم برای یک وقت رفتن. دوم به اصطلاح به خاطر نژادی که یا بگیم قرمز بودن رنگ پوست یا رنگ مو به اصطلاح باعث میشد که مثلا بچه‌ها توی مدرسه، حالا خانه کودکن دیگه، این چه عذری براشون نیست، بچه دبستانی یا راهنمایی دیگه بچه است، یعنی نمیشه گفت. این بود که بچه‌ها مسخره کنن، اذیت کنن مثلا، یا حتی گاهی وقتا مثلا معلم‌ها سر می‌زد که به خاطر اینکه افغانی هستید، به خاطر اینکه سنی هستید بخواد تبعیض قائل بشه. اینطوری شد که این مدتی کلا گفتم مدرسه رو ول می‌کنم، رها کردم، یک هفته مدرسه نرفتم. یک جمله پدرم برام گفت که باعث شد دوباره بر بگردم. هیچ وقت این صحنه و این سخن پدر هیچ وقت یادم نمیره. سال اول راهنمایی بودم و دقیقاً از کتاب به اصطلاح فارسی که درس می‌خوندیم تا یک مقدارش تقریباً نصفای کتاب رو خونده بودیم. بله گفتم دیگه نمیارم، خسته شدم، اینقدر اذیت میکنم، مسیر طولانی هست و تقریبا در سال اول راهنمایی فکر کنم زبان عربی هم وارد میشد، بعد یاد میگرفتیم، خب کسی نبود کمک کنه و این تبعیض هم وجود داشت از طرف معلمین و اذیت بچه‌ها، چون در سن به اصطلاح راهنمایی دیگه بچه‌ها بزرگتر بودن، مثل دبستان نبود. بعضی بچه‌ها مثلا مردود میشدن نمیرفتن، خب بچه‌ای با سن بزرگتر از ما بودن در مدرسه، یا آقا وقت راهنمایی و دبیرستان در یک جا مثلا از کلاس 6 تا کلاس 12 در یک مدرسه زندگی درس می‌خوندن. خب بزرگترها که بودن اونها می‌دونستن بچه‌های کوچیک رو اذیت کنن. دبستان طوری بود که از کلاس 1 تا کلاس 5 جداگانه بودن، همه بچه‌های کوچیک بودیم، یعنی کسی قوی‌تر نبود بخواد زیاد اذیت کنه، مثلا بزنه دعوا کنه، نفوذ کنه. اینقدر توان خود دفاع کنیم. وقتی که راهنمایی رفتیم به اصطلاح، خب بچه دبیرستانی بودن، هیچ وقتی بچه‌ای مثلا اول راهنمایی نمیتونه در مقابل بچه دبیرستانی مثلا بخواد، یعنی از خودش کلاس هفتم یا صنف هفتم نمیتونه با صنف 11 مثلا اگر دعوا میکرد یا مسخره کنن بخواد در مقابلش 20 یا خود دفاع کنی، این چیزا وجود داشت. ولی به خاطر این عکس قضیه من همیشه این طبیعت هم بود که حتی من که بیشتر به خاطر اینکه معلم نتونه، اگر مثلا درس رو نمیفهمیدیم، یک دانش آموز قرار بود وقت کتک میزنه، تو مدرسه ایران هم بود، یعنی اگر قرار بود یک ضربه بزنه به یک دانش آموزی به خاطر حفظ نکردن یک شعر یا نمره کم آوردن از در یک املا، یک ضربه قرار بزنه، چون که تو افغانی هستی شاید تو رو 5 ضربه مثلا میزد. واقعیت، یعنی این چیزی نمیگم، یعنی با حادثه‌ای که هنوز یادم میاد دردناک است. یعنی معلمی که در یک روز سرد زمستانی، یادم میاد شاید بیشتر سرد زمستان زبان انگلیسی داشتم، یادم میاد ABC رو یاد میگرفتیم. خب
من رفتم ABC رو تو خونه عارفه انگلیسی بود، فقط حفظ کردم ABCD اینجوری رو. نمی‌فهمیدم که وقتی اومدین سر کلاس گفت که باید املا بگیری بنویسید. خب انگلیسی رو حفظ کردن تا اینکه بخواید شکل حروف رو یاد بگیرید بنویسید متفاوت هست. باید حداقل من توی خونه می‌نوشتم A چجوری نوشته میشه، B چگونه نوشته میشه تا بتونم سر کلاس بیام از حفظ خودم شکل این کلمه در ذهنم باشه. اون یادم از صبح زمستانم بود، گفت بنویسید، من نوشتم. خب 4-5 کلمه حرف اول رو تونستم ABC رو بنویسم، دیگه حروف بعدی رو نتونستم. میتونم بخونم کیو، میتونم بخونم یو، میتونم بگم فلان، ولی نمیتونم این یو چگونه نوشته میشه، زد یعنی چجوری مینویسن. خب نمرم قبول نبود دیگه، یعنی به اصطلاح برگر رو معلم پاره کرد و رفت از تو حیاط مدرسه چوب درخت خرمایی رو برید، یادم دقیقاً، و شاید بیش از 15-20 ضربه مثلا به من زد. مثلا بخاطر هرچند که مثلا به خاطر که افغانی هستید، به خاطر سنی هستید، فوش هم مثلا ازشون صادر میشه. شاید این این اقدامات از طرف معلمای بسیجی که بعضی آدم‌ها اینجوری متعصب بودن، ولی در مقابل اینه که خیلی معلمین دیگه هم احترام می‌ذاشتن به خاطر اینکه دانش آموزی که دوست داشت درس بخونه. به خاطر این همیشه یادم دوران دبستان هیچ کس نمیتونست تو کلاس از من نمره بالاتر بگیره. یعنی همیشه اگر معلم میگفت یک درس بنویسید املا، من تو خونه 2 بار از اون درس می‌نوشتم. اگر شعر برای هفته گذشته قرار بود 5 بیت شعر کنیم، من کاملا شعر رو کاملا حفظ می‌کردم و اکثرا محرومیت و مشکلات باعث شد که هر چی که سختی بیشتر بیاد در مقابل با سماجت بیشتر مقابل این طبیعت. من سخن پدرم می‌خواستم بگم، یک رفته ول کردم و گفت که ببین من یه چیزی میگم، مدرسه نمیخوای بری، من تو رو مجبور مدرسه رفتن نمی‌کنم، ولی بدون امروز که من در این مملکت زندگی میکنم، اگر که یک تحصیلات عالی خوبی داشتم، هیچ وقت اینجا رو انتخاب نمیکردم برای تدریس، برای زندگی کردن ایران رو. و لحاظا اگر که دوست داری فردای آینده زندگی ما نداشته باشید که مجبور در چنین کشوری زندگی کنی، بخواد چنین کاری بکنن، درس بخون و اگر نخوندی فردا من رو سرزنش نکنی که من بچه بودم نمیفهمیدم و تو پدر من بودی و تجربه تلخی زندگی رو داشتی، چرا من نگفتی برو؟ من تحمل میکردم اون کتک ها رو، یا مثلا اذیت و آزار بچه‌ها در مدرسه رو، چرا منو مجبور نکردی برم بخونم؟ چرا زندگی من میجاست؟ به خاطر این جمله من آینده فرزندای اون لحظه گفتم آره، گفتم مشکل نیست، شما رو در آینده سرزنش نخواهم کرد. ولی در مقابل یک دوست به اصطلاح اهل سنت همسایه ایرانی خودمون داشتیم، خدا حفظشون کنه، خانم ایشون بسیار خانم مهربانی بودن. من بهش میگفتم به زبان محلی اونجا ننه، یعنی مادر. ننه مادر افغانستان. آره بله. چون بزرگسالم بودن و بسیار مهربان بودن. ایشون گفت که اینجا اذیت میکنم، بیا پیش من، تو خونه با من زندگی کن. تو شهر زندگی میکردن و بچه‌هاشون به اصطلاح بزرگ شده بودن. گفت بیا با من زندگی کن، اونجا درس بخون، اینجا اذیت میکنم نه. منو برد خودش. یعنی این اصلا شاید پیش اومد که حداقل این با سختی هم شده. استاد دوست داشتیم که صحبت‌هایتان ادامه بدین و بیشتر از شما بشنویم، اما چون وقت برنامه یاری نمیکنه میگذاریم بقیه صحبت و بقیه ماجرای تحصیلات دانشگاهی و اینکه چه وقت پا برسه دعوت گذاشتین، اونا رو میگذاریم به برنامه بعدی. تا برنامه دیگر شما و همه شما عزیزان بیننده را به پناه الله یکتای بی همتا می سپارم و السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. سلام. قل للذي يسعى لإرضاء الإله اسلك طريق المصطفى خير الدعاء يا أسوة الداعين يا خير الورى يا قدوة الهادين يا علم الهدى ما كنت فظا أو غليظا بينهم وبرحمة من ربنا